در پایان جنگ جهانی دوم شهر توکیو مثل یک نقاشی ساخته بود. اما در دل همین تاریکی دو مرد تصمیم گرفت همه چیز را از نو بسازند. در این برنامه به جهان یکی از بزرگترین شرکت‌های تاریخ می‌رویم. جهان سونی. شرکتی که سرنوشت عجیب و غریب را پشت سر گذاشته، اما این شرکت از کجا آغاز کرد و چگونه به اینجا رسید؟ برنامه آگاهی، نبض تکنولوژی. خوش آمدید به برنامه آگاهی. مارسو و ایکیو باور داشتند ژاپن میتواند دوباره بلند شود، اما نه با زور بلکه با تکنولوژی. در یک ساختمان ویران با 20 کارمند شرکت ساختند که اسمش آنقدر سخت بود که حتی خودشان هم گاهی اشتباه میگفتند، که معنی آن شرکت مهندسی توکیو میشد. اما دنیا آنها را با یک اسم دیگر شناخت، اسم کوتاه، قوی و جهانی: سونی. اما هدف این شرکت ساخت دستگاه‌های الکترونیکی نوآورانه بود. این شرکت در سال 1946 بنیانگذاری شد و از همان سالهای آغازین روی ضبط صوتی‌های مغناطیسی و وسایل صوتی کار کرد. در دهه 1950 محصولات برجسته از جمله نخستین ضبط صوتی مغناطیسی ژاپن و رادیوهای ترانزیستوری را عرضه کرد. در 1958 نام شرکت به سونی تغییر کرد. این رویکرد نوآوری مداوم و تمرکز بر طراحی و کیفیت زیربنایی تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی در الکترونیک مصرف شد. گاهی وقتا سونی فکر میکرد مردم آماده یک تکنولوژی نو هستند، اما چیزی که مردم میخواست یک محصول ارزان و استفاده آسان بود. هر شرکتی که نوآوری میکند اشتباه هم میکند. سونی چند نمونه برجسته دارد که درس‌های مهم برای صنعت داشتند. یکی از مشهورترین آنها فرمت ویدیویی بیتماکس بود. سونی با کیفیت تصویری خوب و طراحی جمع و جور بیتماکس را عرضه کرد، اما انتخاب طول ضبط کوتاه‌تر و تصمیمات بازاریابی باعث شد رقیبا با فرمت VHS بازار خانگی را در اختیار بگیرند، که در این نتیجه برنده شدن VHS در بازار خانگی و از دست رفتن جایگاه شرکت سونی مشخص بود. مورد دیگر فرمت مایندسک است که در اوایل دهه 1990 معرفی شد. فناوری جالب اما قابل پاک شدن داشت. قیمت بالای تجهیزات و عرضه سریع راه حل ذخیره سازی دیگر CDR و سپس فایل های دیجیتال پخش کننده های MP3 مانع از گستردگی آن شد. این فرمت در نهایت نتوانست جاگزین قاطع برای CD و فایل های دیجیتال شود و در دهه 2010 کنار گذاشته شد. سونی گاهی روی چیزهای خیلی خوب شرط بست، اما بازار گفت لازم نیست همیشه بهترین تکنولوژی پیروز شود. گاه دوام و سازگاری مهمتر است. اینجا درس‌هایی هست که هنوز هم درباره فناوری امروز حرف میزنند. سونی موفقیت‌های زیاد دارد که از جمله نمادین آنها واکمن است. در 1979 مدل TPS L2 عرضه شد و مفهوم شنیدن موسیقی به صورت همراه و شخصی را متحول کرد. محصولی که سبک زندگی مردم را تغییر داد و بازار پخش کننده های موسیقی سیار را ساخت. در عرصه بازی های ویدیویی پلیستیشن نخست عرضه ژاپن 3 دسامبر 1994 یکی از بزرگترین پیروزی های سونی بود. کنسولی که نه فقط بازی ها بلکه اکوسیستم توسعه دهندگان و عنوان های برجسته را به همراه آورد و خط تولید پلیستیشن را به یک امپراتوری بازی تبدیل کرد. فروش بالای این کنسول سونی را با یک نام جدی در سرگرمی های دیجیتال بدل کرد. سال 1994 با عرضه شدن پلیستیشن یک انقلاب رخ داد و سونی وارد دنیای بازی ها شد. محصول های بعدی پلیستیشن 2، پلیستیشن 3 و همچنان 4 و 5 هر کدام در زمان های خود ریکاردها و تحول های تازه را آوردند. پلیستیشن 2 که در سال 2000 تولید شده با فروش بیش از 155 میلیون دستگاه لقب پرفروشترین دستگاه را از آن خود کرد و همچنان خانه های زیاد را به دنیای 3 بعدی بازی ها وصل کرد و ریکورد ساخت که تا هنوز شکسته نشده.
پلی‌استیشن 3 که در سال 2006 با شروع سخت وارد میدان شد، اما با انحصاری‌های بی‌نظیر ثابت کرد که کیفیت و نوآوری‌ها همیشه حرف آخر را می‌زنند. سونی با بازگشت دوباره در سال 2013 و با فروش 110 میلیون دستگاه در آن سال توانست نوآوری‌های خود را دوباره بیشتر کند و با بازی‌های شاهکار نسل هشتم را در اختیار گیرد. نسل پنجم پلی‌استیشن در سال 2020 نسل تازه از سرعت و تجربه لمسی را وارد بازی‌ها کرد. شروع یک صنعت را مجبور کرد به فکر آینده بدون برگزاری‌های طولانی بیفتد. دیگر موفقیت‌ها را می‌توان در کیفیت تصویر مانند تلویزیون‌ها، پخش موسیقی و فیلم‌ها و همچنان فناوری‌های تصویری و سانسور دید. آنچه مشترک است، سونی توانسته با ترکیب طراحی، بازاریابی و ایجاد پلتفرم‌های قوی محصولاتی بسازد که علاوه بر فروش، فرهنگ مصرف را تغییر بدهد. تشکر دوستان عزیز که تا آخر برنامه ما را همراهی کردین. برنامه بعدی ما درباره شرکت پاناسونیک است. اگر می‌خواهید برنامه بعدی ما را بیننده باشید، فراز کست را سابسکرایب کنین. تا برنامه بعد، خدا حافظ. برنامه آگاهی نبض تکنولوژی